سلام به دوستای عزیزم، اسپویلر من هستم. امروز اومدم یه فیلم خفن و پرمخاطب رو براتون اسپویل کنم، یعنی فیلم F1 با بازی برد پیت. میخوام به صورت کلی و سریع داستان فیلم و حالا اتفاقاتی که میفته رو بهتون بگم تا اگه براتون جذاب بود برید اون فیلم رو ببینید. البته پیشنهاد من اینه که حتما فیلم رو ببینید، چون که فوق‌العاده فیلم خوش ساخت و خوبیه. با من همراه باشید. توی شروع فیلم برد پیت رو میبینیم که به عنوان راننده توی یک تیم اتومبیل رانیه و سوار ماشین میشه و تیمشون رو که توی رده آخر قرار داره رو توی چندین دور میرسونه به رده اول و قهرمان میشن. ولی خب اصلا مثل این که براش مهم نیست و نه حتی حاضر نمیشه که کاپ رو هم بگیره. یه مقدار اینجا گیج کننده است برای ما. بعد از مسابقه هم یه چک به عنوان دستمزد قبول میکنه، با اینکه مدیر تیم خیلی اصرار داره که بمونه توی تیم و ادامه بده باشون، ولی خداحافظی میکنه و میره. بعد از اون میبینیم که اون کلا زندگیش توی یک ونه و سفر میکنه و جابجا میشه و توی مسابقات مختلفی شرکت میکنه. Some people look at Sonny Hayes. They see a guy who lives in a van, a gambling junkie who missed his shot. The best that never. یه قسمت هست که توی یک اتوشویی بین راهی نشسته و منتظره که لباساش شسته بشه. یه نفر میاد پیشش و اونجا میبینیم که این دوست سابقشه و در واقع هر دو توی تقریبا 20 سال پیش با هم دیگه راننده بودن و بهش یه پیشنهاد میده. اون دوستش مالک یک تیم فرمول 1 بوده و بهش میگه که داره ورشکست میشه و اگر که این فصل هم قهرمان نشن مسئولای تیم و افرادی که هستن تیم رو به فروش میذارن، اونم مجبوره که از تیم بره بیرون و در واقع از دست میده تیمشو و بهش پیشنهاد میده که بیاد و دوباره برای فرمول 1 رانندگی کنه. اینجا متوجه میشیم که هر دوی این افراد، یعنی برد پیت و اون دوست روبن، هر دوشون راننده فرمول 1 بودن. برد پیت در ابتدا رد میکنه پیشنهادو، ولی خب یه بلیت فرست کلاس براش میذاره و میگه اگه نظرت عوض شد بیا پیشم. What I see. Boom. I got a team. When was the last time you won a race? Sunday, Daytona. Formula One. Oh, I'm sorry. Then same as you. بعد از این اتفاق تیم فرمول 1 دوستش روبن رو میبینیم. اونجا متوجه میشیم که برد پیت این پیشنهاد رو قبول کرده و میاد سراغ تیم. همه اعضا تعجب میکنن و اصلا فکر نمیکنن که قرار برد پیت به عنوان راننده توی تیم باشه، چون که خب سنش کاملا بالا است و 50 خورده سال سن داره دیگه. و همون ابتدا یک کلکلی شکل میگیره با راننده دوم تیم که یه پسر جوانی به اسم جاشوا هست و برد پیت میگه که خب من اگر که نتونستم با اختلاف 1 ثانیه از تو کارو تموم کنم، من اصلا میرم بیرون. خلاصه ماشین آماده میکنن و سوار میشه. توی دوری که میزنه، دور اول برای گرم کردن و جلو رفتن و این داستان هست، بعد از کمی حرکت میبینیم که داره به رکورد اون میرسه، ولی خب توی آخرین پیچ ماشین از دستش در میره و خب میزنه به دیوار و تقریبا ماشین رو داغون میکنه. اما رکوردش تا اونجا اوکی بوده و همین باعث میشه که علیرغم اینکه ماشین داغون شده توی تیم بمونه و باشون جلو بره. اینجا متوجه میشیم که برد پیت 30 سال پیش راننده فرمول 1 بوده همراه با دوستش روبن. خیلی راننده خوبی بوده، پدرش مکانیک بوده و با علاقه به این رشته میاد و استعداد خیلی خوبی داشته. تقریبا با قهرمانی فاصله نداشته که یه صحنه خیلی وحشتناک براش پیش میاد و خیلی جدی آسیب میبینه و بعد از اون از این مسابقات کلا خداحافظی میکنه و تقریبا یه 10 سال بعد میره توی مسابقات دیگه، ولی کلا فرمول 1 رو دیگه شرکت نمیکنه و الان بعد از 30 سال هست که تصمیم میگیره که برگرده به فرمول 1. بعد از کمی تمرین و آشنا شدن با تیم متوجه میشیم که 9 تا مسابقه دیگه توی شهرهای مختلف مونده
که آخرین فرصت تیم AXPGP اسم تیم روبه برای اینکه از شکست نجات پیدا کنن و حداقل بتونن به رده دهم بیان و بتونن تیم رو نجات بدن. در واقع مسابقه اولشون که توی بریتانیا هست خیلی افتضاح پیش میره. در واقع عدم هماهنگی و لجبازی دوتا راننده یعنی براد پیت و راننده دوم تیم باعث میشه که هر دو تصادف کنن و حتی هیچ کدومشون به خط پایان هم نرسن. My rook is a phenomenal talent, but he's young. بعد از این اتفاق براد پیت میره به سراغ مدیر فنی تیم که یک زنه خیلی خوشتیپ و خوشگله و ازش میخواد که یه سری تغییرات توی ماشین بده تا بتونن توی پیچ ها سرعت بیشتری بگیرن. البته این تغییرات باعث میشه که امنیت ماشین کاهش پیدا کنه که اون قبول نمیکنه و شرط میذاره که اول یه مسابقه رو به پایان برسون بعد با هم صحبت میکنیم. مسابقه بعدیشون که توی مجارستان هست توی همون دور اول براد پیت ماشینش پنچر میشه و خب خیلی عقب میفته ولی خودشو میرسونه و با یه تاکتیکی که پیاده میکنه باعث میشه که همتیمیش بتونه یه جایگاه نسبتا خوب رو به دست بیاره، البته برای اینا یعنی جایگاه دهم و اولین امتیازشون رو بگیرن. خب این یه پیشرفت خوب بوده و یه مقداری باعث میشه که اتفاقات خوبی برای تیم بیفته. But he's young. You plus him. بعد از اینکه این مسابقه رو به پایان میرسونن مدیر فنی تیم یعنی همون خانم چیزایی که براد پیت ازش خواسته بود و انجام میده و طراحی‌ها رو روی ماشین اعمال میکنه و برای مسابقات ایتالیا آماده میشه. توی این مسابقه با تغییراتی که اتفاق افتاده خیلی شرایط داره خوب پیش میره و براد پیت با تاکتیکایی که داره پیاده میکنه باعث شده که همتیمیش یعنی جاشوا به رتبه دوم برسه. البته امنیت ماشینشون خیلی اومده پایین و خب خطرات زیادی هست. براد پیت بهش میگه که توی پیچ آخر سبقت نگیر و بعد از اون پیچ تلاش کنه برای سبقت، ولی خب اون پسر جوان گوش نمیده و یه تصادف خیلی وحشتناک میکنه و ماشینش کلا پرواز میکنه و آتیش میگیره. براد پیت کلا هم اونجا وای میسته و میره کمکش رو میتونه نجاتش بده، یعنی کاملا از مرگ حتمی اونو نجات میده. خب این مسابقه هم باعث میشه که یک شرایط خیلی وحشتناکی برای تیم پیش بیاد. The only place you could say if you win, you are the absolute best. هم تیمی اون 3 تا مسابقه رو از دست میده و راننده دوم که یک پسر خیلی جوان‌تر و بی تجربه تر هست میاد. اما با تغییراتی که توی ماشینا اتفاق افتاده توی 3 مسابقه بعدی میتونن شرایط خوبی رو رقم بزنن و براد پیت جایگاه 7 و 8 و حتی تا 5 رو به دست میاره و تقریبا 3 تا مسابقه بعد میتونه خیلی اتفاقات خوبی براشون رقم بزنه. بعد از این 3 مسابقه خب جاشوا دوباره برمیگرده به تیم. My rook is a phenomenal talent, but he's young. توی مسابقه بلژیک جاشوا و براد پیت دوباره با هم همکار میشن. تقریبا توی پیچای آخر هست که دوباره یک لجبازی اتفاق میفته و همتیمیش براد پیت رو از پیت خارج میکنه و باعث میشه که نتونه حتی مسابقه رو به اتمام برسونه و خودش هم نهایتا دهم میشه که این باعث میشه توی رختکن یک درگیری این دوتا با هم شکل بگیره براشون. There's 20 other drivers still out on that track. Do you think any of them respect us? مسابقه بعدیشون توی لاس وگاسه. قبل از اینکه مسابقه شروع بشه میبینیم که براد پیت و مدیر فنی تیم یعنی همون خانم یه مقدار روابطشون صمیمی طور میشه و روابطشون رو میبرن جلو که خب اتفاق جذابیه. بعد از اون میریم سراغ مسابقه لاس وگاس که مسابقه خیلی مهمیه براشون. Get any constructive criticism for each other, what would it be? Don't be such an ass dickhead. That was constructive. It's the last thing I اما قبل از شروع مسابقه یک اتفاق خیلی بد میفته. مدیر فنی کل مسابقات سراغشون میاد و میگه تغییراتی که تو ماشین ها اعمال کردن غیر قانونی و باید حذفشون کنن یا اینکه مسابقه رو ترک کنن. اینجا که همه شوکه میشن میگن که ما تایید گرفتیم، ولی خب بل اجبار تغییرات رو حذف میکنن که
باعث میشه خب ماشینا تو شرایط خیلی بدی قرار بگیرن و هیچ شانسی تقریبا نداشته باشن. این اتفاق باعث میشه که براد پیت با عصبانیت زیادی رانندگی کنه و یه صحنه براش رخ میده اما خیلی جدی نیست، ولی خب به خاطر بی‌توجهی خودش این اتفاق میفته و خب اون مسابقه رو با شرایط بدی تموم میکنه. بعد این مسابقه دوستش روبن به بیمارستان میاد و حسابی بهش میتوپه و متوجه میشه که اون تصادفی که 30 سال پیش داشته باعث شده که اون نتونه توی مسابقات شرکت کنه و تقریبا به صورت غیرقانونی دوباره برگشته، چون عمله خیلی سنگینی داشته و بهش میگه که دوست ندارم توی پیست مردن تو ببینم و تقریبا اخراجش میکنه دیگه، میگه که بر نگرد. خب اتفاق خیلی بدیه این اتفاق و براد پیت تقریبا بعد از 1-2 روز که تو بیمارستان هست میاد بیرون و میره به سمت اون ون همیشگیش که بره. یکی از اعضای هیئت مدیره میاد سراغش و بهش پیشنهاد میده. این فرد تقریبا حالت نفوذی داره توی تیم و آدم خوبی نیست و با اون دوستش هم دشمن. بهش پیشنهاد میده که براد پیت بیاد توی بخش فنی تیم و روبن رو هم اخراج میکنن و توی سالهای آینده بتونن جایگاه خوبی رو به دست بیارن و تیم هم فروش بره. و خب براد پیت هم شماره‌شو میگیره ولی خب جواب قطعی بهش نمیده. بعد از این اتفاق آخرین مسابقه رو تیم در پیش داره که توی ابوظبیه. براد پیت دوباره برمیگرده. دوستش حسابی شوکه میشه. یه سری پرونده ها میاره و بهش میگه که من با مسئولیت کامل خودم اینجا هستم و هیچ چیزی گردنگیر تیم شما و تو نمیشه، پس نگران نباش. بالاخره با یکم کشمکش قبول میکنن که برای آخرین مسابقه رانندگی کنه و مشخص میشه که اون تغییراتی که مجبورشون کرده بودن حذف کنن از توی ماشین ها میتونن برگردونن، چون که مدارک جعلی بوده. There's this new guy. He's old. He's such a prick. He's quick though. مسابقه آخر حسابی جذاب و اتفاقات جالبی میفته. یک استراتژی خیلی خفن رو براد پیت پیاده میکنه و باعث میشه که همتیمیش بتونه به جایگاه دوم برسه. توی این کشمکش تقریبا فقط یه راننده جلوی همتیمیشه و براد پیت تو جایگاه سوم. براد پیت از خود گذشتگی میکنه و بهش راه میده و میذاره که بره جلو. توی آخرین لحظه اون همتیمیش جاشوا میاد یه تقریبا برخورد ساختگی و کوچیک با نفر اول ایجاد میکنه و هر دو از مسابقه میرن بیرون و میبینیم که براد پیت به عنوان نفر اول قهرمان اون مسابقه میشه. البته این مسابقه آخر خیلی مسابقه تنگاتنگ و کشمکش داری و حتما باید ببینید تا اون جذابیتش براتون بمونه. Did you win something? Drive that car. I will take that life, man. 1,000 times. آخر مسابقه هم میبینیم که طبق روالی که داشته حاضر نمیشه توی این تیم هم بمونه و اونجا رو ترک میکنه. رفیقش حسابی ازش تشکر میکنه و تقریبا زندگی ونشینی و رفتن سراغ مسابقات مختلف رو دوباره براد پیت شروع میکنه. اینجا است که فیلم تموم میشه. البته تهش جوریه که امکان ساخت سریای بعد هم وجود داره. خلاصه اینکه این فیلم خیلی هیجان خوبی داره. اگه اهل ماشین و مسابقه و این داستانا باشین حتما خوشتون میاد و اگر هم فن براد پیت باشین که خب قطعا این فیلم رو میبینید. پیشنهاد منم اینه که این فیلم رو تماشا کنید. اگر که شما جزو افرادی هستین که این فیلم رو دیدید تجربه و نظرتون رو برام بگید. مرسی که تا آخر با من همراه بودید.